نگفتن رو تمرین کنید. No God! نگفتن چجوری به اعتماد به نفس ما کمک میکنه؟ ما اصلا چرا نمیتونیم نبگیم؟ چون مهرطلب هستیم، چون نگران هستیم نادیده گرفته بشیم، چون نگران هستیم که بله بگیم دوستمون داشته باشن، نه بگیم دوستمون نداشته باشن، چون ارزش خودمون رو در اجرای خواسته های دیگران میبینیم. اولین نه رو میگید، میبینید اتفاق نیفتاد، در دوست داشته شدنتون تأثیری ایجاد نشد، تازه زمان بیشتری دارید برای اینکه به خودتون رسیدگی کنید، زمان بیشتری دارید برای اینکه به سمت اهدافتون حرکت بکنید. این یعنی چی؟ یعنی خبرایی هست، پس من میتونم متمرکز روی خودم باشم، من به تنهایی به خودی خود آدم ارزشمندی هستم و لازم نیست که برای دیگران هی از خودم مایه بذارم تا اونها به من ارزش بدن. پس No!